الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دوستان نهایت گرامی، الله متعال در این آیه ما را متوجه می سازه که روزه یکی از ارکان مهم و اساسی اسلام می باشد. بدون روزه اسلام ناقص خواهد بود و یک انسان نمی تواند بدون اسلام خود را مسلمان کامل بداند. ما و شما در ماه مبارک رمضان قرار داریم. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم وقتی ماه مبارک رمضان داخل می شد برای اصحابش بشارت می داد: اتاکم رمضان، بر شما رمضان آمده، شهر مبارک. رمضان ماه عادی نیست، ماه خیلی با برکت است. فرض الله علیکم صیامه، الله متعال روزه این ماه را بر شما فرض کرده. تفتح فیه ابواب الجنه و تغلق ابواب الجحیم. در این ماه دروازه های بهشت همه باز و دروازه های جهنم همگی بسته هستند. و صفدت الشیاطین، و شیاطین همگی به زنجیر کشیده میشن. این ماه است که بازار شیطان خریداری ندارد، مشتری ندارد و بازار بندگان خاص الله متعال است. هر مانعی که سبب میشه تو به الله متعال نرسی، شیطان باشه هر چیزی که باشه، الله متعال او را برمی‌داره تا ای که در این ماه تو را به خودش نزدیک بکنه. رمضان ماهی است که هر کسی به او میرسد و نصیب هر کسی میشود. الله متعال خواسته بر او رحم بکنه. الله متعال خواسته که گناهانی از او را ببخشه. پس از این فرصت استفاده بکنیم، قدر این ماه را بفهمیم و به یاد بیاوریم دوستانی را که در رمضان قبلی در صفای اول با ما حضور داشتن، قرآن تلاوت میکردن، اعتکاف میکردن، اذکار میخوندن، اما امروزه زیر خاک هستند و آرزو میکنن ای کاش لحظه‌ای برشان فرصت داده شود و بیان از این فرصت استفاده بکنن. اما متاسفانه فرصت از اونها گرفته شد. ولی تو خدایت را شکر بکش که الله متعال این فرصت را برای بار دوم نصیب تو کرده است. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم روزی بر پله اول منبر پایش را میگذارد و میگوید آمین. بر پله دوم منبر پایش را میگذارد، باز میگوید آمین. بر پله سوم وقتی پایش را میگذارد باز این جمله را تکرار میکند: آمین. اصحاب سوال میکنن: یا رسول الله، امروز کاری کردی که قبلا همچون کاری را تکرار نمیکردی؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند: وقتی بر پله اول منبر پایم را گذاشتم، جبرئیل آمد و گفت: خاک آلود باد بینی کسی که پدر و مادرش را در سن پیری در میابد ولی آنقدر خدمت آنها را نمیکند که الله متعال گناهان او را ببخشد. و ما گفتم آمین. بر پله دوم منبر وقتی پایم را گذاشتم، جبرئیل گفت: خاک آلود باد بینی کسی که اسم مبارک تو گرفته می شود ولی او بر تو درود نمی فرستد. و ما گفتم آمین. وقتی بر پله سوم منبر پایم را گذاشتم، جبرئیل گفت: خاک آلود باد بینی کسی که رمضان را در می آورد ولی بخشیده نمی شود. پس کسی که در این فرصت بخشیده نمی شود و خود را به الله متعال نزدیک نمی کند و رضایت الله متعال را کسب نمی کند، او بداند که تاوان خیلی بزرگی کرده است. الله متعال فرصت‌های متنوع را شامل حال بنده‌هایش می‌کند به خاطر اینکه اونها را متوجه بسازد تا اینکه به الله متعال رجوع بکنند. رمضان ماه تجارت با الله متعال است. خیلی هستند که در این ماه مبارک به دنبال تجارت دنیوی هستند، اما الله متعال بندگانی دارد که فقط با الله متعال تجارت میکنند و شبها را با قیام میگذرانند. الله متعال برای همه ما شما توفیق نصیب بکند تا از این رمضان و از این فرصت عظیم بهترین استفاده را ببریم. السلام علیکم و رحمت الله.